ارتش پاکستان ساعتی پیش اعلان کرد که باید گروه طالبان که حاکم بر افغانستان روز پنجشنبه به یه توافق جامع و صلح از راه قدرت به ارتش پاکستان تن بده و هر جوری شده باید تعهد بده که بتونه TTP رو مهار کنه و رهبرانش رو تحویل ارتش پاکستان بدن و تاکید کرده در غیر این صورت ارتش پاکستان به اهدافی در قلب افغانستان حمله میکنه و براش دیگه مثل سری قبلی مهم نیست که شهرها رو بزنه، مناطق مسکونی رو بزنه و یا هر چیز دیگه. تاوان جنگ TTP رو و حمایت از TTP رو که طالبان افغانستان دارن پیش میگیرن رو بیشتر مردم ما دارن پس میدن. و نکته‌ای که خیلی قابل تأمله و پیش بینی هم میشد، طالبان توانایی درگیری طولانی مدت و گسترده رو نداره و از همین خاطر همونجور که میدونید یکی دو بار این مذاکرات در ترکیه و دوحه شکل گرفته بود و این بار سومی که داره تو استانبول شکل میگیره و پاکستان راضی نمیشد سر میز بیاد. از همین خاطر طالبان برخلاف اون چیزی که تو مدیا تبلیغات میکنن که ما پاکستان رو آدم حساب نمی کنیم و این داستان ها، یکی از فرماندهان ارشد TTP رو به ارتش پاکستان فروخت و اونها راضی شدن به ازای این تحفه‌ای که طالبان به ارتش پاکستان داد بیان سر میز بشینن و گفتگو کنن و احتمالش هست یه توافق کوتاه مدت شکل بگیره، ولی جنگ حتمیه. جنگ ارتش پاکستان و طالبان به صورت گسترده حتمیه، چون طالبان هیچ کنترلی روی TTP نداره و TTP حملات گسترده تری انجام خواهد داد و ارتش پاکستان رو به چالش بیشتری خواهد کشید و این بازی ها همش کوتاه مدت و برای عوام فریبی و زمان خریدن و این داستان هست و TTP متوقف نمیشه تا زمانی که طالبان روی قدرت باشه توی کابل.